صبح بخیر بیننده عزیز و گرامی، مثل همیشه در این ساعت نوید بامدادی رادیو آزادی رو میبینید و من طاهری سفر در برنامه امروز سه‌شنبه 5 مارس همراه شما هستم. شروع میکنیم از وضع هوای امروز که در ختلان در جنوب تاجیکستان اندک بارانی و تا 16 درجه گرم می شود. در مرکز سوخت شهر خوجند حرارت تا به 14 درجه می رسد. در بدخشان حرارت در جریان روز از 6 درجه بالا نمی رود. اگر در پایتخت هستید در شهر دوشنبه و نواحی اطراف آن هوا امروز آفتابی است و تا 15 درجه گرم می شود. خب رو میاریم به خبرهای تازه امروز و اول درباره مشکلات مهاجران کاری صحبت میکنیم. یک گروه از مهاجران کاری تاجیک مقامات اداره شغل مهنت در تاجیکستان را به وعده خلافی متهم کرده میگویند که با کمک آنها به روسیه برای کار رفتند ولی در شرایط سخت و سنگین قرار گرفتند. گروه از مهاجران تاجیک که برای کار در یک فرمه خوکپروری شهر ولیکی لوکی در ولایت پسکوف استخدام شدند میگویند وقتی ماه نوامبر پارسال کار را شروع کردند به آنها وعده دادند که ماهانه 28,000 روبل میگیرند و با جای خواب و خوراک تامین میشوند ولی معاش کم گرفتند. از میان حداقل 10 نفر ناراضی از شرایط کار یک نفرشان امید جان ولیف ساکن 24 ساله شهر کولاب است. امید جان شرایط زندگی و کار را در آنجا به زندان شباهت داد و گفت که 5 ماه در چنین شرایط کار کرده در آخر بیمار و بیپول جای کارش را ترک کرده است. مهاجران تاجیک در حال اداره شغل کاری شهر کولاب را برای گرفتار کردنشان به شرایط طاقت فرسای کار متهم می‌کنند که مسئولین نهاد ادعاهای آنها را رد می‌کنند. در اداره شغل مهنتی شهر کولاب روز 4 مارس به رادیو آزادی گفتند از قضیه مهاجران خبر دارند ولی آنها را نه این اداره بلکه مرکزهای مشورتی خدمات مهاجرت به روسیه فرستاده است. سهراب شاه تاشف رهبر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران کاری در صحبت با رادیو آزادی ادعای مهاجران را رد کرد و گفته او در همان فرمه خوکپروری قریب 300 نفر از هر گوشه تاجیکستان کار میکنند و بجز از چند ساکن کولاب به قول او دیگر کسی از شرایط کار در آنجا شکایت نکرده است. و از خبرهای سیاسی، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان بین المللی هیومن رایتس واچ از بازگشت شراف‌الدین گدایف فعال مخالفان تاجیک به اروپا و آزاد شدن او استقبال کرد. استیو سویردلوف روز 4 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که با این فعال مخالفان تاجیک که در دوشنبه به طور ناگهانی پیدا شد صحبت کرده است. به قول حامی حقوق شراف‌الدین گدایف گفته است که او را از روسیه ربودند و بعد دوشنبه بازور فرستادند. استیو سویردلوف با تکیه بر نقل‌های گدایف افزود در فرودگاه مسکو گویا او را لطوکوب کردند، به دهانش سکاچ بسته و به داخل هواپیما بردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 15 فوریه گفت که شراف‌الدین گدایف روز 14 فوریه اختیاری از مسکو به دوشنبه برگشت و خود را به مقامات انتظامی تسلیم کرد. او به تقلب کاری در تاجیکستان متهم می شود، اما 4 روز بعد از مراجعه ویدیویی او از ماه نوامبر را نشر کردند که در آن شراف‌الدین گدایف می گفت هیچگاه با خواهش خودش به تاجیکستان نمی رود. شراف‌الدین گدایف که حق پناهندگی هلند را دارد حالا به اروپا برگشته است و به گفته سویردلوف از بس که خسته است از صحبت با مطبوعات خودداری میکند. گدایف روز 2 مارس از فرودگاه فرانکفورت آلمان از طریق صفحه پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفان در خارج از تاجیکستان پیام داد و از آنهایی که به قول او نسبت قضیه‌اش بی‌طرف نبودند اظهار سپاس کرد. شراف‌الدین گدایف 33 ساله از چهره‌های فعال مخالفان تاجیک بود که توسط شبکه‌های اجتماعی پیوسته مقامات تاجیکستان را تنقید می‌کرد. او سال 2015 بعد از کشته شدن مؤسس سازمان گروه 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری سازمان مخالف دولت تاجیکستان را بر عهده داشت. خبر دیگر از شهر تورسونزاده است که در آنجا دادگاه یک ساکن شهر را برای نیت پیوستن به گروه به نام دولت اسلامی به 12 سال زندان محکوم کرد. دادستانی کل روز 4 مارس با نشر یک بیانیه رسمی گفت جورابک سلطانوی 22 ساله هنگام مهاجرت کاری 4 ساله در روسیه بعد ترغیبات اعضای دولت اسلامی در شبکه‌های اجتماعی داده شده است و عقیده‌های آنها را پذیرفته است. و گفته دادستانی جورابک سلطانوف روز 1 دکبر با راهبلدی ابوذر نام عضو گروه دولت اسلامی به شهر کیف پایتخت اوکراین رفته از آنجا به ترکیه سفر کرده است. جوان تاجیک را هنگام عبور از مرز ترکیه به سوریه سرحدبانان ترک دستگیر کردند و به تاجیکستان
برگرداندند. دادستانی کلی تاجیکستان گفت که تمام گناه‌های جورابک سلطانوف ثابت شد و برای همین او 12 سال عمرش را در زندان نظامش سخت سپری می‌کند. نظر وکیل دفاع این گمانبر تا کنون به ما معلوم نیست. نوید بامدادی رادیو آزادی است و اگر شما نیز خبر، ویدیو یا عکس دارید پس به ما بفرستید. ما خبر را تحقیق میکنیم، اگر درست بود همه جانبه میآموزیم و به شما با تمام تفصیلاتش میرسانیم. تلفن های رادیو آزادی برای تماس کد 420 724 053 959 و تلفن دوم هم داریم کد 420 724 056 681. با ایما، واتساپ و یا وایبر و تلگرام هر کدامی را که در تلفن خود دارید به ما نویسید. مقامات تاجیکستان برای برگردانیدن 10 میلیون سامانی قرضی شرکت مفلس شده امید 88 به ابوجا به فروش مالکیت این شرکت شروع کردند. 2 نقطه مواد سوخت شرکت را در شمال تاجیکستان در اولین مزایده فروختند و قرار است این مبلغ‌ها برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون ارسال شود. ماه ینور نقطه‌های فروش سوزشواری شرکت امید 88 در ناحیه‌های جبار رسولوف و باباجان غفوروف را با ارزش بیشتر از 5 میلیون سامانی فروختند. در ماه اکتبر سال گذشته رئیس جمهور امام علی رحمان وزارت مالیه تاجیکستان را برای آن انتقاد کرد که 10 میلیون سامانی مبلغ‌های دولتی برای ساختمان نیروگاه راغون را به شرکت امید 88 قرض داده است و نتوانسته است این قرض را سری وقت باز پس بگیرد. سخن درباره 170 میلیون سامانی می رود که گویا برگردانیده نشده است. بعد از این رجب علی اودینیف رئیس شرکت امید 88 را دستگیر کردند و بعدا به 24 سال زندان محکوم کردند. و این خبر مخصوص برای رانندگان مهم است و برای هر کسی که به مناطق کوهستانی سفر می کند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از رانندگان در کشور خواست به ضرورت به مناطق کوهستانی نروند، زیرا ممکن است زیر ترمه یا سنگریزه بمانند. کمیته با نشر یک بیانیه رسمی روز 4 مارس گفت تنها شب 3 بعد 4 مارس در قلمرو ناحیه‌های روشان، راش، قلعه، شغنان و ایشکاشم در بدخشان و در ناحیه‌های تاجیک آباد و ورزاب 76 ترمه مشاهده شده است. با گفته کمیته وضع خطرناک بیشتر از همه در راههای ماشینگردی دوشنبه تاجیک آباد، دوشنبه عینی، خاروق ایشکاشم دیده می شود. راههای دوشنبه عینی و خاروق ایشکاشم با گفته کمیته موقتا بسته است. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید برای تامین امنیت رانندگان در راهها و رسانیدن کمک‌های فوری در قطعه‌های گوناگون راههای تاجیکستان ماموران نجات کمیته حالتهای فوق‌العاده نوبت‌داری می‌کنند. در بیانیه کمیته آمده است در ارتباط با تغییر هوا، باران و برف‌های پرشدت و افزودن خطر لغزش ترمه، کمیته از اهالی و مهمانان خواهش می‌کند خیلی احتیاطکار باشند، از سفرهای بی ضرورت و راه‌های کوهی و ترمریز و سنگریز موقتا خودداری نمایند. خب در این فرصتی برنامه سر می‌زنیم به کشورهای دیگر و به روسیه که در آنجا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تطبیق عهدنامه محو موشک‌های میان پرواز را که بین اتحادیه شوروی سابق و آمریکا امضا شده بود منع کرد. در این باره حکومت روسیه روز 4 مارس خبر داد. بر اساس فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین این قرار بنابر نقض سازشنامه از طرف آمریکا قبول شده است. بر اساس عهدنامه آمریکا و روسیه باید موشک‌های کوتاه پرواز و میان پرواز قادر به حمل موشک‌های اتمی‌شان را نابود کنند. حکومت آمریکا می گفت که روسیه این عهدنامه را رعایت نکرده است و از این سند خارج شد. و یک خبر جالب دیگر این است که گروه از پژوهشگران اروپایی میگویند معالجه یک مرد از بریتانیا از روی پیوندسازی حجیره‌ها امکان داد که او کاملا از بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچ سپید خلاص شود. گزارش در این باره روز 4 مارس در مجله علمی نیچر نشر شد. در صورت تصدیق شدن گزارش این بار دوم است که بیماری نارسایی مسئولیت بدن انسان تبابت می‌یابد. پژوهشگران نام بیمار را آشکار نکرده و او را فقط بیماری لندنی نامیده و گفتند که این مرد سال 2003 به ویروس ویچ سپید و یا ویروس نارسایی مسئولیت بدن آلوده شده است. او سال 2016 بر اثر این بیماری به بیماری دیگر به سرطان گرفتار گشته است و رضایت داده است که طبیبان او را با اصول پیوند حجیره‌ها معالجه کنند. طبیبان بعد این از یک نفری که به ویروس نارسایی مسئولیت بدن مقاومت طبیعی داشته است
حجیره گرفته به او پیوند کردند و معالجه نتیجه داده است. 10 سال پیشتر به طبیبان هم میسر شد بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن تیموتی ری براون، یک مرد برلینی را معالجه کنند. و در پایان برنامه برای آنهایی که امروز میخواهند پول وصل کنند و یا از روسیه به تاجیکستان پول بفرستند، قرب سامانه در برابر دیگر اسعار خارجی را یادداشت میکنیم. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی برای روز 5 مارس امروز $1 به 9 سامانی و 43 دیرم و 1 یورو به 10 سامانی و 69 دیرم برابر است. قرب روبل روسی تغییر نیافته است و اگر پول روسی کار دارید پس 1000 روبل حداقل با 143 سامانی خریده می شود. خب بیننده عزیز، نوید بامدادی اینجا به پایان رسید. خبرهای دیگر که در جریان امروز می رسد حتما در برنامه خبری به شما پیشکش خواهد شد. برنامه مثل همیشه ساعت 5 به وقت دوشنبه شروع می شود. ما را مستقیم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی azadi.org تماشا کنید. تا آن زمان خدا نگهبان شما.